سلام، در این ویدیو تفاوت اسکالپ و نیدل 5 cc رو برای خونگیری از نوزاد میخوام توضیح بدم. اسکالپ به خاطر انعطافش برای رگ‌های ظریف نوزاد بهتر کنترل میشه، فشار کمتری میاره و ریسک آسیب کمتری هم داره. برای آزمایشات ضربی که نیاز به حجم خون کمتری داریم مناسب‌تر هستش. اما گزینه بعدی ما نیدل سرنگ 5 cc هستش. اگه نیاز به حجم بیشتر خون دارین یا رگ خوبی پیدا نشد، نیدل 5 cc انتخاب دقیق تریه. البته که کنترلش هم سخت‌تره و از پشت دست نوزاد هم گرفته میشه. برای استفاده از نیدل، چون زمان خونگیری طولانی تر هستش و احتمال لخته شدن خون در انتهای نیدل وجود داره، پیشنهاد میکنم که از این روش استفاده بکنیم. به این صورت قسمت پلاستیکی انتهای نیدل رو جدا میکنیم و به تنهایی فقط از این قسمت سوزن برای خونگیری از پشت دست نوزاد استفاده میکنیم.